با اطلاع منبع سامانه پیامنت دیروز جمشید و خاصیت برادر و خواهر وکیل دفاع مشهور محبوس شده بزرگمیر یوروف بیدرک شدند و کسی نمیداند آنها را کی ربوده است و در کجا نگهداری می شوند. در نظر بوده است که آنها به وکیلان دفاع بین المللی درباره قضیه برادرشان میبایست در مهمانخانه شراتونی شهر دوشنبه وامی خوردند، اما به جای واخوری حاضر نشدند. طبق منبع دیروز گروه وکیلان دفاع از روسیه و گروه دیگر از ترکیه وارد دوشنبه شدند. وکیلان دفاع بین المللی از روسیه و ترکیه برای صحبت با بازداشت شده های حزب ممنوع نهضت اسلامی و وکیلان دفاع بازداشت شده از قبیل بزرگمیر یوروف، شورت قدرتوف، نوریدین محکموف و خانواده ایشان و شناسایی از وضع بودوباش محبوسان وارد دوشنبه شدند. داگیر حسافوف، وکیل دفاع و رهبر سازمان درکانتا در روسیه با شریکان کاریش و امیل الدریم و گلدن سونمز از ترکیه روز دوم است که در تاجیکستان هستند و از پی آموزش شرایط محبوسان سیاسی می باشند. طبق منبع حلقه آنها روز پنجشنبه با مقامات دادستانی کل تاجیکستان صحبت کرده برای دیدار با بعضی از بازداشت شده ها از جمله ظرفا رحمانی درخواست دادند. بنابر اطلاع منبع قرار بوده است این دو گروه را جمشید و خاصیت یوروفها رهبری می نمایند. با مصلحت پیشکی که بین این دو گروه وکیلان دفاع و یوروفها شده است، باید خواهر و برادر بزرگمیر دیروز بیگاه به مهمانخانه شراتون به نزد وکیلان می آمدند، اما نه در وقت معین شده و نه طول شب گذشته و صبح امروز از آنها درکی نشده است. وکیلان گفتند تلفن‌های هر دوی آنها خاموش است. حتی ایشان مجبور شدند به خانواده یوروفها تماس بگیرند، اما متاسفانه والدینشان هم گفتند سر از بیگاهی دیروز از آنها درکی نیست و نمیدانند که در کجااند.